بسم الله الرحمن الرحیم. اولش که هر دو تا تیم بازی خوبی رو انجام دادن. تیم دریا با جون دل بازی کردن و میخواستن که از این 3 امتیاز بازی خونگی نهایت استفاده رو ببرن که در نهایت همین اتفاق افتاد. به هر حال ما مغلوب مهارت و توانمندی بالای یه بازیکن تیم دریا شدیم، علیرغم اینکه تو طول 90 دقیقه هم نیمه اول هم نیمه دوم میتونستیم دروازه حریف رو باز بکنیم، اما با کم دقتی و بدشانسی نتونستیم به حریف گل بزنیم و حریف از تقریبا موقعیت‌های محدودی که هم نیمه اول هم نیمه دوم داشت به نفع احسن استفاده کرد و ما رو مغلوب کرد. متاسفم از بابت این شکست. از هوادارهای تیم داماش عذرخواهی میکنم، از باشگاه مالک محترم باشگاه، مدیر عامل محترم باشگاه عذرخواهی میکنم بابت این باخت. البته که واقعیت قضیه اینه که ما میتونستیم که امروز حتی بازنده این بازی نباشیم مثل بازی استقلال ملاصانی، ولی نمیدونم چرا شرایط اینقدر گریبان تیم داماش رو بدشانسی میگیره. بچه‌ها با اولین اشتباه یا با اولین گل شیرازه‌شون از هم میپاشه به دلیل جایگاهی که توی جدول داریم. بعد اینکه گل دریافت میکنیم یه مقدار از نظر روحی افت شدیدی تیم افت شدیدی میکنه و نمیتونه که اون کیفیت همیشگیشو بروز بده. امیدوارم که با توجه به اینکه بازی‌های خونگی رو داریم، 8 تا بازی خونگی ما داریم، از این 8 تا بازی خونگی 24 امتیاز توش نهفته است. ناامید شیطان ما، امیدوار هستیم تا لحظه آخر تمام تلاش خودمون رو میکنیم. انسان‌های بزرگ برای موفقیت دعا نمی‌کنن، برای به دست آوردن موفقیت تلاش می‌کنن، تمرین می‌کنن، پشتکار از خودشون نشون میدن. تمام تلاش خودمون رو تا روز بازی آخر که با سایپاس انجام میدیم. قبلا هم گفتم ما نه یکی دو تا بازی اول، نه 3-4 تا بازی اول، ما در مجموع 17 بازی نیم فصل دوم می‌خوایم توی لیگ بمونیم. بسیار بسیار امیدوار هستم با بازیکنایی که جذب کردیم. خب این بازیکن‌ها بعد از مدت‌ها کنار هم دیگه بودن، نیاز به هماهنگی دارن. درسته که ما موقعیت مناسبی نداریم تو جدول و فرصت سوزی داریم میکنیم، ولی مطمئن هستم که با اولین برد روحیه تیمی برمیگرده و ما میتونیم شرایطمون رو بهتر بکنیم. علیرضا محمدی، به نوعی میشه گفت فوتبال مازندران و گیلان به نوعی با هم همیشه تو اون چه برای صعودش چه برای سقوطش با هم میجنگیدن. یادمون میاد روزی که حالا شما به عنوان سرمربی تیم رایکا همین باول تو پایین جدول، هر دو تیم هم سپیدرود همین تیم تو پایین جدول حضور داشت، شما به عنوان سرمربی تیم رایکا انتخاب شدی و مانع سقوط رایکا شدی و سپیدرود تیم شهرتون سقوط کرد. الان شما به عنوان سرمربی تیم داماش گیلان، یعنی تیم شهرتون هستین، به نظرتون کدوم تیم میشه به عنوان صعود کننده لیگ؟ شک نکنید، درسته شاید با باخت امروز به رده 18 سقوط کردیم، ولی شک نکنید تیم داماش میمونه. علی نظر محمدی کارشو بلده و این اطمینان رو به همه هواداران میدم که این تیم میمونه. این تیم نیاز یه برد داره و این برد هم به زودی انجام میشه. هم تو بازی ملاصانی هم تو بازی امروز ما میتونستیم بازنده بازی نباشیم. امروز توی خارج از خونه ما موقعیت‌های زیادی رو خلق کردیم. متاسفانه این حق فوتبال گیلان، این حق هوادارهای تیم داماش نیست که داماش اینجای جدول باشه. فوتبال مازندران هم به همین شکل. فوتبال مازندران، فوتبال گیلان با این همه استعدادی که داره باید تیمای بالای جدول باشه. نبود منابع مالی پایدار، متاسفانه نبود سخت افزار مناسب، زیرساختای مناسب باعث شده که فوتبال گیلان و مازندران همیشه برای بقا دست و پا بزنن. امیدوارم که اون روزی برسه که فوتبال گیلان مثل گذشته قطب فوتبال ایران باشه، مثل مازندران. به تیم دریای بابل، مسئولینشون، کادر فنیشون، به هوادارهای تیم دریا بابت این پیروزی تبریک میگم. ان شاءالله هم تیم دریا هم تیم داماش در ادامه بتونن سهمیه با ارزش مازندران و گیلان رو توی لیگ دسته اول حفظ بکنن.